چطور مثل دانش آموزان ژاپنی همه چیزو برای همیشه یاد بگیریم؟ سلام، من امیدم. امروز میخوام دقیقاً همون روشی رو بهتون یاد بدم که دانش آموزان ژاپنی باهاش رتبه‌های تک رقمی میارن، اما روزی فقط با 3-4 ساعت درس خوندن. یک تکنیک فراخوانی فعال، یعنی به جای 10 بار خوندن جزوه، کتابو ببند و سعی کن از حفظ بنویسی یا به کسی توضیح بدی. هر بار که مجبوری چیزی رو از ذهنت بیرون بکشی، مسیرهای عصبی مغزت 10 برابر قوی‌تر میشه. ژاپنی‌ها هر روز صبح 20 الی 15 دقیقه فقط تست از خودشون میگیرن بدون نگاه کردن به جواب. تکنیک دوم تکرار با فاصله هستش، یعنی به جای اینکه شب امتحان مرور کنی، مطالب رو اینجوری مرور کن. روز اول مرور کن، روز دوم مرور کن، روز چهارم، روز دهم، روز سیوم، بعدش هر 2 ماه یه بار. یعنی هر چی بهتر یادت موند، فاصله بعدی مرورت طولانی‌تر بشه. بهترین ابزارش هم اپ آنکی یا فلش کارت های فیزیکی که خودت میتونی بسازی. حالا تکنیک سوم که همه چیزو تکمیل میکنه، تکنیک فاینمن هستش. هر موضوعی که میخونی وانمود کن داری برای یه بچه 6-7 ساله توضیح میدی. مثلا به عروسکت، به آینه یا به مادرت که هیچ از درس نمیفهمه. هر جا گیر کردی و نتونستی ساده بگی، یعنی هنوز نفهمیدی. برگرد همون قسمت رو یک بار دیگه مرور کن. حالا یک سیستم روزانه واقعی یک دانش آموز رتبه برتر ژاپنی که خودم قبلا باهاش صحبت کردم و براتون به اشتراک میذارم. صبح 20 دقیقه مرور فلش کارت های دیروز، از 30 الی 40 دقیقه درس جدید به علاوه توضیح دادن همون درس با زبان بچه دبستانی به عروسک یا به مادرت. شب 10 دقیقه نگاه کردن به اشتباهات امروز و علامت زدن با رنگ قرمز. نتیجهش چی شد؟ این آدم توی امتحان سراسری ژاپن رتبه 47 شد، در حالی که خیلی از رقیباش روزی 12 الی 14 ساعت درس میخوندن. یک بار دیگه خلاصی 3 تا قانون طلایی رو بهتون میگم. 1. بعد از خوندن جزوه تست بزن یا توضیح بده. 2. هیچ وقت پشت سر هم مرور نکن و فاصله بذار. 3. هیچ وقت پیچیده توضیح نده تا وقتی نتونی مثل بچه 7 ساله بگی یعنی یاد نگرفتی. از همین امروز شروع کن. فقط 10 تا فلش کارت بساز و امشب برای یکی، حتی برای دیوار توضیح بده. 2 هفته دیگه خودت تفاوت رو میبینی. اگه این روش رو پیاده کنی، قول میدم نمراتت حداقل 2 برابر بشه و دیگه هیچ وقت چیزی رو فراموش نمی‌کنی. حالا نوبت توئه. برو شروع کن.